این زنها شاید هر روز تصور میکردند که چگونه نزدیکان خود را دوباره به آغوش میگیرند. از زمانی که پلیس ازبکستان آنها را بازداشت کرده بود، قریب 3 هفته سپری می شود. امشب بعد از گفت و شنود طولانی، کارمندان مناره تلویزیون را در مرز به خانه بازپس فرستادند. رها شدگان خسته و کمگپ همگی شرایط بازداشتگاه را خوب ارزیابی میکنند. همه چیز خوب است. خرسندم که به مقامات انتظامی و رهبران کشورهایمان میسر شد که زبان یکدیگر را یابند. در آنجا با ما مناسبت خوب داشتند. شما که به ما چنین خرسندی آوردید، این را همچون توفه از ما بگیرید. برخی از پیشوازگیرندگان فرصت یافته برای کارمندان پلیس تحفه آماده کردند. ساکنان آزادی شهروندان قرقیزستان را محصول زحمت آنها می‌دانند. برخی ها حتی انتظار نداشتند که بازداشت شده ها محض همین روز آزاد می‌شوند. مقامات قرقیزستان در مورد به کدام شرط و شرایط آزاد شدن 4 نفر بازداشت شده ها چیزی نمیگویند. در آنجا با حکم سود بچه ها را جریمه کردند. هرچند در نسبت آنها با عیب عبور غیرقانونی مرز حکم سود هم صادر شده باشد، این حکم تنها در قلمرو ازبکستان قوه قانونی دارد. در اینجا اینها بیگناه اعتراف شدند. حکم سودی با آنها و فرزندانشان هیچ تأثیری ندارد. اما تقدیر منبعه پایگاه علاقه که دهات اطراف را با موج تلفن و بازپخش برنامه‌های رادیو تأمین می‌کند، ناروشن باقی می‌ماند. این پایگاه که در آن 4 نفر قرقیزستانی ها کار می‌کردند، در کوه انگرتاو قرار دارد. به گفته مقامات بیشکک، مکان جایگیرشوی این پایگاه همچون مرز حالا شناخته نشده است. به کدام جانب تعلق داشتن آن را باید یک کمیسیونی ویژه معین کند. بر ضمن این ادعا، رسانه‌های دولتی اینچنین فرضیه دیگری را پیشنهاد می‌کنند. به گفته آنها، گویا قلمرو انگرتاو را در زمان رهبری پرزیدنت پیشین به کشور همسایه دادند. معلوم نیست که در این رابطه در تاشکند چه اندیشه دارند. این قضیه را آنها به هیچ شکل شرح نمی‌دهند. اما مرزبان‌های ازبک هر روز در ساعت معین پاسبان‌ها را عوض کرده برای نظامیان خود غذا می‌آورند.